تا عادت‌های ساده که اکثر ماها ناخودآگاه انجام می‌دهیم، ولی اگر اینو آگاهانه و برنامه انجام بدهیم خیلی تاثیر مثبت روی زندگی داره. اولیش این که زود بیدار شدن. شما اگه یک ساعت و نیم قبل از اون تایمی که باید بیدار شید، مثلا اگه قرار 8 سر کار باشید بتونید 6 بیدار شید که بتونید مثلا تا 7 و نیم یه زمانی بر خودت داشته باشی، قبل از شلوغی‌های خیابون‌ها، قبل از زنگ‌ها و تلفن‌های سر کار، قبل از چه می‌دونم مدرسه و معلم و بچه و هر چیزی که شما در طول روز مشغله دارید، دور از اونها یه زمانی بر خودتون داشته باشید. خلاصه بتونی اون کاری که دوست داری انجام بدی، بتونی در آرامش صبحونه بخوری، حالا هر چی که برای شما مهمه. مرحله بعدی اینه که مرتب کردن تخت بلافاصله بعد از بیدار شدن. حتی این کار کمتر از 2 دقیقه و زمان میبره و شاید خیلی همونم بگیم خب چه کاریه، من دوباره شب میخوام بخوابم. ولی اگه آدم این کارو بکنه تاثیر خیلی مثبتی تو زندگی آدم داره. اولا که حس موفق بودن به آدم میده در دقیقه های اول روز و چون بلافاصله بعد از بیدار شدن آدم انجام داده، حس میکنه که چقدر زیبا من اولین تسک و اولین تکلیف روزم انجام دادم. این حس موفق بودن. و حسن بعدش اینه که شما شب که بیایید جای خیلی مرتب و منظم و بعد از یک روز طولانی کار و مدرسه و دانشگاه اینا شما میخونه تخت چقدر منظم و مرتب، اون حس با ارزش بودن دوباره بهت میده، حس یعنی به زندگی با استانداردی بهت میده، استانداردهای بالاتر بهت میده. خلاصه این کار 5 دقیقه‌ای خیلی روی زندگی روزمره در بلند مدت تاثیر داره. مرحله بعدی شکرگزاریه. شما حالا به هر خدایی که ایمان داری، به هر آسمونی که فکر میکنی که میتونی سرت بالا بگیری نگاه کنی، هر نیرویی که شما فکر میکنی بهش تکیه کنی، اگه بگی که شکرت که من سقفی بالا سرمه، کاری دارم، سلامتی دارم، حالا هر چی که شما شکرگزاری، این باعث میشه که از آدم این هی دنبال چیزا بروه، بعد ما خوشبخت بشه، اینا رو کم میکنه و آدم در لحظه زندگی میکنه و بالاخره استرس کمتری در زندگی داری و خب زندگی کیفیتش میره بالا. مرحله بعدی کار کردن به صورت عمیق، یعنی شما 1 ساعت قبل ظهر، 1 ساعت بعد ظهر بتونی 1 ساعت بر خودت زمان فوکوس بذاری، زمان با کار با تمرکز بذاری که اولا که شما هیچ که دیگه مزاحمت نیستین پروسه 1 ساعت و دوم اینکه شما انقدر کار انجام میدی حتی نتونی تو 8 ساعت کاری که با مزاحمت و اینا بوده نتونی انجام بدی، چون با 1 ساعت خیلی کارا رو انجام دادی و اینم باز دوباره حس موفق بودن میده. باز حس اینه که شما روز خوب استفاده کردی و زمان بیشتری داری. شما تو اگه 1 ساعت کارا رو انجام بدی عقل میتونی حالا بالاخره یه ذره چه میدونم بتونی به کارهای دیگه برسی، زندگی روزو آرومتر بری جلو، استرس کمتر داشته باشی و اینی که من صبح بیدار شدم نفهمیدم که شب شدنه کم میشه، چون این حس موقعی پیش میاد که شما روتین هی انجام میدی، یعنی صبح بیدار شی بدوی دنبال کارها با استرس اینا فکر نمیفهمی که شب شده. ولی اگه شما خیلی با آرامش بری جلو و زمانی بیشتری حس میکنی زمان بیشتری داری. آره بعدی اینه که وزن زدن هر چی ما ازش بگیم کمه. شما حست خوبه دوست داری باشگاه بری، حست بده دوست داری باشگاه بری، حالا هر چی کاری، ولی وزن زدن به نظرم کلید همه خوشبختی هاست. یعنی اصلا قابل توصیف نیست، ولی اینقدر این زندگی تو متعادل میکنه. باز این نیاز به عادت داره، باید آدم اینو تکرار کنه تا تبدیل بشه به لذت. بعدی آب کافی خوردن. آب آسون ترین و ارزون ترین چیزیه که آدم میتونه کنارش داشته باشه، ولی این باعث میشه که کیفیت زندگی رو ببره بالا، هضم غذا راحت تر میشه، خواب، کیفیت صورت، هر چی که شما بگید.
و بعد غذای سالمه. شما به جای غذاهای فراورده شده مثل ماکارونی، چیپس، پفک، هر چی که فکر کنید که اصلا ارزش غذایی ندارن، بتونی غذای سالم بخوره. غذای سالم یعنی چی؟ شما مثلا بگو 200 گرم گوشت چرخ کرده برداری، با یه ذره پیاز و اینا تو مایتابه با یه ذره روغن زیتون سرخش کنی، کنارش یه ذره سبزی و اگه دوست داشتی یه ذره کارب، نه زیاد کارب، چون کارب باعث میشه که کربوهیدرات باعث میشه که بعد غذا احساس خواب آلودگی کنی. حالا یه ذره کارب ما احتیاج داریم ولی نه زیاد، حالا بستگی به اون نیاز خودت، که این باز کیفیت زندگی میبره بالا. شما باز آدم بازدهیش میره بالا. میگم همه اینا دوباره که شما بازدهی بالاست دوباره به خوشبختی ختم میشه، خوشبختی به امیدواری زیاد و امیدواری زیاد به کیفیت زندگی بهتری ختم میشه. بعدش فضای تمیز، ذهن تمیز. شما اگه محیط کارت تمیز باشه، محیط خونت تمیز باشه، انقدر ذهنت آرومه، انقدر خیالت راحته، دوباره حس خوب بودن بهت میده، حس با ارزش بودن بهت میده، استاندارد زندگیت میره بالا. و من یه قانونی نمیدونم کجا یاد گرفتم، فکر کنم اتمیک هابیت که عادت‌های اتمیک تو این کتاب بود، که هر کاری زیر 2 دقیقه زمان میبره انجام بده. مثلا قهوه که خوردی، چایی که خوردی، زیر 2 دقیقه است دیگه. سریع وردار لیوان رو بذار تو ظرفشویی یا بشورش. بعد با این مثلا اینجوری که کار انجام بدی، روزت محیط کارت، محیط زندگیت که ترتمیزتر میشه و شما نمیفهمی کی این کار انجام دادی. باز لازمه به هر حال آخر هفته ها خونمون تمیز کنیم، ولی اینی که همیشه هم کاری که زیر 2 دقیقه رو همیشه انجام بدی و فضای دور و برت ترتمیز باشه. و بعدش پیاده رویه. شما حالا یه روز کاری، دانشگاهی، مدرسه‌ای، حالا هر چی که دارید میکنید داشتید، روز طولانی، الان ذهنتون پره کار. اگه شما یه پیاده روی بدون موبایل، بدون پادکست، بدون موزیک بری، این باعث میشه که آرامش پیدا کنید و باعث میشه که ایده ها به ذهنتون برسه. و باور کنید 90% مشکلاتی که ما تو زندگی داریم با یه پیاده روی ساده از بین میره. یعنی امتحان کنید، سعی کنید برای خودتون اونجا باشید، نه استرس به خودتون بدید، نه جایی چه کنه، برای خودتون پیاده روی بکنید. خیلی زندگی کیفیتش خوب میشه. و مرحله بعدی کتاب خوندنه. من منظورم از کتاب خوندن نیست که شما برید خبرهای چه میدونم BBC رو بخونی، خبرهای هر ریسورسی که شما خبرها رو میخونید تو گوشی و موبایل، نه. منظور من از این خوندن اینه کتاب واقعی، کتاب کاغذی، هر تاپیکی که دوست دارید، هر مثلا میتونید بخونید عاشقانه، کتابایی که سلف ایمپروومنت، کتابی که حالا آدم برای خودسازیه، کتابای رمان، هر چی که دوست دارید ولی کتاب باشه. 10 دقیقه بخونید، مثلا 10 صفحه، مثلا 5 صفحه. اولا که بعد 1 سال شما 5 تا 10 تا کتاب خوندید، و دوما این که این به آدم یعنی چون آدم به صورت ذهنی، یعنی به صورت اینکه هی گذران نیست کتاب خونده، باعث میشه ذهن تیزتر بشه و ذهن تیزتر دوباره خب شما سر کارت بهتره، دانشگاه بهتره، خوابت بهتر، هر چی که فکرشو بکنی و بری. ولی اگه به جاش بری سوشال مدیا رو اسکرول کنی، یا سوشال مدیا جوری الگوریتما پشت یادگیری شدن که ویدیوهای شبیه رو بهت پیشنهاد کنه. مثلا اگه شما در مورد چاقی ویدیو نگاه کنید، من همه ویدیوهات بعد دیگه در مورد چاقی، همه الگوریتما اینجوریه، یعنی همه سوشال مدیا اینجوری کار میکنن، یعنی اینجوری چنج شدن و متاسفانه ما با سلامتی خودمون جیب بقیه رو داریم پر میکنیم و این جالب نیست. و از اون ور خیلی چیزات به هم میخوره، تمرکزت میاد پایین، تمرکز پایین باعث میشه کار کمتر باعث حقوق بدتر باعث زندگی کم کیفیت تر. می‌بینید که اینا همش به هم وصلن. مرحله بعدی ژورنال کردن یا نوشتن روزانه. شما بعد اینکه کتابت خوندی دیگه، آخرای شب، آخرای روزه، و سعی کن هر چی که تو ذهنت مثبت، منفی بنویس. مثلا بگو که امروز من چه پیاده روی رفتم تو گنجشک دیدم، چه خوشگل بود. امروز سر کار آقای ایکس و وای به من با من خیلی خوب نبودن، منو ناراحت کرد. یا آقای ایکس
خوب بود، حال منو خوب کرد. همه اینا حسایی هستن که تو ذهن ما هست، اگه بنویسی باعث میشه که ذهنت آروم بشه و خواب با کیفیت. حالا میرسیم به خواب مهمترین فاکتور زندگی به نظر من پادکست، هزاران ساعت پادکست گوش کردم به بابت خواب، ولی هنوز برام من هر سری که یه چیز جدید گوش میکنم جالبه. ولی خلاصه اینه که خواب همه چی رو درست میکنه. یعنی شما خواب فردا انرژی بیشتر، حال بهتر، بعد بازدهی بیشتر. دوباره اینایی که دارم میگم همه به هم وصلن. ولی حالا چه جوری ما خواب مناسب تری داشته باشیم؟ سعی کنید حالا همین که گفتم پیاده روی رو برید، نوشتن ژورنال کنید، سعی کنید دیگه قبل خواب 3 ساعت قبل خواب دیگه غذا نخورید. گفتیم که غذا خیلی کیفیت زندگی بهتر میکنه، آب کیفیت زندگی بهتر میکنه، ولی سعی کنید دیگه 3 ساعت قبلش غذای سنگین نخورید، اصلا غذا نخورید. آب 2 ساعت قبلش، 1 ساعت قبلش اگه مثل من مشکل دستشویی دارید باید برید دستشویی، آب نخورید. چون خواب یک نواخت داشته باشید، 7 بلا 9 ساعت، هر چقدر نیازتون رو بخوابید. خواب هر چقدر بخوابید کم. آره سعی کنید اسکرین که اصلا بعد پیاده رویتون نگاه نکنید. یعنی منظورم اسکرین سوشال میدیا اینا. حالا اگه شما پدرت بیرونه، مادرت بیرونه، بچت بیرونه، دوست دخترت دوست پسرت بیرونه، مجبوری واتساپ جوابش بدی، خب مجبوری دیگه، خیلی تاثیر نداره. ولی سعی کنید دیگه از اون حرفای ایموشنال، اون حرفایی که احساسی جدا شید، چتای احساسی رو جدا شید. آدمایی که در این مورد میخوان حرف بزنن وقت دارن، میتونید فردا جوابشو بدید، سر فرصت جوابشو بدید. و سوشال میدیا هم همونطور که گفتم خیلی خوبه که آدم ازش خوب استفاده کنه، ولی همان اندازه هم انقدر بده که برای سلامتیمون، برای خوابمون، برای بازدهیمون، در کل همه اینا کیفیت زندگی ما رو مشخص میکنم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگه اینجوری حتما لایک و سابسکرایب کنید. این اوایل کار منه و این کار من خیلی دوست دارم و سالها خواستم انجام بدم که حالا دوست دارم از امروز شروع کنم و هر چیزی که یاد گرفتم، کتاب، ویدیو، پادکست گوش کردم، تجربه زندگی در اختیار حالا حداقل اون آدمایی که دوست دارن گوش کنم بذارم و شاید کمکشون کنم. خیلی ممنون.